سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر سوره مائده آیه 2 هستیم. در این آیه شریفه این فراز آیه که و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یکی از اصول اساسی تشکیل جامعه ایمانی بر محوریت تعاون بر بر و تقواست و همچنین عدم تعاون بر گناه و بر ظلم است که دشمنی ها رو تو جامعه نباید گسترش داد، بلکه نیکی ها و محبت ها رو باید گسترش داد. این یکی از اصول اساسی جامعه ایمانی است و تنها هم به نظام اجتماع مسلمانان در درون خودشون بر نمیگردد، بلکه به یک نظام بین المللی و جهانی هم مرتبط می شود که مؤمنان در ارتباط با همدیگه تو اون محور مقاومتی که هر کدام در گوشه ای از این منطقه هستند، اون ارتباط کمک کنندگی به هم، تعاونوا علی البر و التقوی، و اینکه ساکت ننشینند از اینکه ظلمی داره در جهان واقع می شود، به خصوص بر مسلمان ها، و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. تحمل این که انسان رابطش رو بتواند با تمام مؤمنین دیگه برقرار بکند، بتواند بر اساس اصول بر و تقوا، که این بر و تقوا تو جامعه وقتی میخواد شکل بگیرد، یه مرتبهش این است که کسی که اهل بر است ابتدا بر در وجودش محقق بشود. بعد از اون مرحله دوم این است که بر و نیکی در وجودش ملکه بشود. در مرحله که ثبات پیدا کند، راحت از او سر بزند. در مرحله سوم این است که این بر رو در جامعه ایمانی به دنبال گسترشش برمیاد که بخواد نشرش بده. در مرحله چهارم این است که جامعه و فرهنگ اون جامعه رو با بر و ساختار نیکی او رو هماهنگ بکند، فرهنگ سازی بکند. پس فرهنگ سازی اون نگاه نهایی است که از بر و نیکی و تعاون بر بر و نیکی به دنبالش هستیم. مراقب باشیم که نکته دقیق این است که ما می توانیم با تعاون در بر و نیکی تو تمام اون بر شریک بشیم. یعنی انسان می تواند در حالی که کمکی کرده در راه یک نیکی که داره انجام میشه، خوبی که داره انجام میشه، این او رو شریک در تمام اون مراحل کرده و خدای سبحان مانند من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها، اگر کسی سنت حسنه ای رو انجام بده اجر عمل به او برای این هم هست، برای این شخصی هم که تعاون در نیکی دارد نوشته میشه. و بالعکس اونجایی که تعاون بر اثم و عدوان است، در روایت شریف دارد که حتی اگر قلم برای کسی که میخواد ظلم بکند، قلم برای نوشتن او، دوات برای نوشتن او، وسیله برای ظلم او این فراهم بکند، او هم شریک در ظلم او می شود. اگر کسی تو جامعه ایمانی کاری بکند که این کار موجب تزلزل جامعه ایمانی بشود، رانتی رو مصرف بکند، این از مظاهر همون تعاون بر اثم و عدوان است. و اگر کسی تو جامعه ایمانی کاری بکند، محبت ها گسترش پیدا بکند، رابطه های مؤمنان با هم گرمتر بشود، اعتماد به نظام اسلامی بیشتر بشود، از مظاهر تعاون بر بر و تقواست. مراقب باشیم که جامعه اسلامی، جمهوری اسلامی بالاترین بر و تقواست. هر گونه تایید و تکمیل نظام اسلامی، محور مقاومت در جهان اسلام، از مظاهر عظیم بر و تقوا هستند. انشالله که پشتیبانی هامون از جامعه و جمهوری اسلامی و محور مقاومت بیش از گذشته باشد تا شامل تعاونوا علی البر و التقوی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و همواره در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و هرگز در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید.